منبعی مهر و وفا صلح و صفا میهن ماست. آبی پاکی وطنم قوت جان و تن ماست. برنامه نورافکن است چون همیشگی پر از هنر و ایجاد. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت جوانی. اولین از خوبی کوسه و طبق. بله پیولو را میموندیم، مثلا پیولوی چای نوشی را میموندیم. خیلی رو از عشق سوال میدیم، یک آهی سر میکشد. بله دنیای هست یک عشق بود و بی وفای و وفا، خنده بود و ناله و فریاد بود. موسیقی نیز در یک چند فیلم های خارجی و تاجیکی نیز یعنی ایجاد کرده اید. نامهربان جانانی من کی میشوی مهمانی من کی میشوی مهمان. سلام ای دوستانی بررسیده، سلام ای تاج سر، ای نور دیده. سلام عرض میکنیم به همه شما نور دیدگانمان. باز هم برنامه نورافکن است مهمان خاندان شما. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن است چون همیشگی پر از هنر و ایجاد. زیرا برنامه نورافکن منبر هنرمندان اصیل است و این نوبت مهمان برنامه ما هستند سراینده بسیار هم خوش‌آواز، دوست داشتنی و همزمان آهنگساز و همزمان کم کم شعر نیز می‌نویسند. این نفر عزت شریفی. شما رو خوش آمدید میگوییم با برنامه نورافکن. بگذار در تاجیکستانی عزیز ما همیشه نورافشانی باشد مثل برنامه شما و حیات ما و شما پر از نور و شادی و بخت و نشاط باشد. سلامت باشید. سلامت ما باوری داریم که امروز برنامه ما پر از جالبیت، پر از صوت و نوا، پر از موسیقی و همزمان سخن‌های شیرینی مهمانی برنامه ما عزت شریفی میگردد و به بیننده ما پسند میگردد. همینطور این است. درست است و همه زحمت و کوشش های ما تنها به خاطر شما، یعنی به خاطر فراغت شما هموطنان عزیز است که طول چند لحظه با هم هستیم. امیدواریم که بهترین لحظه ها رو سپری میکنیم. همینطور نه؟ خب با امید بهترین لحظه ها شروع میکنیم با یک سرود دلنشین، بعدا صحبت را ادامه میدیم. دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت مکش از غیر و پرو بال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت مکش از غیر و پرو بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی. پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش،
پرو بال خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش. سلامت باشید. برای چنین یک سرودی پر از محتوا و سلامت باشید. سراپا این سرود البته هم فراغت است هم پند و نصیحت است. درست است. الکی باوری حاصل کردیم که از آغاز برنامه به بیننده یعنی کمی هم باشد فراغت بخشیدید و بار دیگر سپاسگزاری میکنیم شما را. و اینجا در مصرع ها گفتید که دنبال خودت باش، یعنی که میخواستم بگوید که شما دنبال هنر بودید یا هنر شما را دنبال گیر شد که این راه را انتخاب کردید؟ گفتی یک مطل تاجیکی ماست یا هر دو هر کسی را بهر کار ساختن، مهری او را در دلش انگاختن و انسان در طول حیات فعالیت خود در زندگی خود عموما کوشش میکند که دنبال چیزی باشد. همیشه کوشش میکنیم که کاری را انجام داده باشیم که باعث خرسندی هم خودمان باشد، هم اطرافیان ما، هم دوستانی که ما رو همراهی میکنند و من فکر میکنم که تا به مقصد رسیدن همیشه دنبال چیزی میگردی ولی و تا اون من فکر میکنم که روی زندگی روی مقصد به پایان است. اصلا انسان دنبال آرزوهای خود همیشه شکار میکند، همیشه سعی میکند، همیشه کار میکند که با آرزوهای خود برسد. البته و ما هم استثنا نیستیم. به همین خاطر من در دل آرزوهای زیادی دارم که کوشش میکنم که به همه آنها دسترسی داشته باشم و با این وسیله میخوام که از کاری کرده من از اون چیزی که من انجام دادم با کسی منفعت رسیده باشد و از اون دنبالگیری کاری که من کرده باشم یک منفعت به جامعه و به وطنی عزیزم رسیده باشد. یعنی از کی دنبالگیری هنر شدید؟ یعنی یاد دارید؟ خیلی خورد بودم. خیلی یک واقعه یک رویداد سبب می شود که انسان این یا اون کسب رو انتخاب میکنه. شاید در زندگی شما نیز یگان واقعه رویدادی و یگان هنرمندی بود که شما رو به همین جوده راهنمایی کرد. میدونید من هنگام خردسالی همه هنرمندا را گوش میکردم و در هم وقتی تحصیل مکتبی میانه در کروژوک‌های مکتب فعالانه اشتراک میکردیم با همراه برادران عزیزم، با همراه دوستای عزیزم، با همراه هم‌صنفا هم کوشش میکردیم که یک محفل‌های زیبای آراسته باشیم و در همه چاره‌بینی‌هایی که در مکتب میشید فعالانه اشتراک میکردیم. بسیار ایجادکاری هم میکردیم. یعنی حتی از دوره‌های مکتبی ایجادکاری خردسالی بله. و در هنگامی در تلویزیون تماشا میکردیم که مثلا گروه های استرادی خیلی بارابانو داشتن، مثلا گفتگو میکردن با همراهی رفیقامون تشکیل میکردیم که مثل همونا بود، یعنی که در برابر ذوق همونا ما کوشش میکردیم که وای کرده باشیم. یعنی اولین اسباب موسیقی کوسه و طبق بله. پیولو را میموندیم، مثلا پیولوی چای نوشی را میموندیم خیلی با همراهی رفیقانمون هر خیلی شوخی وای میکردیم. بسیار کارایی میکردیم که از یادم میآید و فکر میکنم که در حیات هر یک هنرمند چنین حادثه ها هم رخ دادگی است. بعضا هنرمندان ما من فکر میکردم که کاولیز و کوسه مادری را گرفته از اون روباب آماده میکردن یا خیال میکردن که در دستشان روباب کاولیز چیل است، کاولیزی که مادر جان عزیزی ما او خوراک میپذید او خوراک میپذید اون کاولیز رو گرفته بود خیلی مثلا رنگ گیتار خیلی دمره و دوتار گرفته وای میکردیم. یعنی بهترین لحظه ها بودن که ما رو به همین پیره آستا بوریدی همین عالم هنر کردن. ولی تا اون دمی که هر یک هنرمند از مکتب هنری میگذرد، یعنی همیشه تا اون که سبک و اسلوب خود را پیدا میکند به کسی تقلید میکند. کی بود همون هنرمندی که شما به سبک آن یعنی روانه میشدید و تقلید میکردید؟ میدونید بسیار شادروان کرامتلای قربان را گوش میکردم
احمد زویر زویر هویدا سوربون استاد ظفر نازنیمов استاد آدینه هاشم و همه اون شخصانی که استاد مراد بیگ نصرالدینov را بسیار دوست می داشتم. سروداشون همون هنگامی جوانیم استاد مستانه ارگش و سرودای بسیار زیبایی داشتن که استاد نگینه رؤوف و استاد سعیدقل بیلالов مثال آهنگسازی هستن که در حیات هر یکی ما نقش خاصی دارن. با سرودای این بزرگان ما کلان شدیم، با سرودای اینو ما حیات رو آموختیم، بهترین لحظه های حیات خود رو ما با همین سرودایی که مثال در حیات هر یکی ما نقش داشتن با اونو کلان شدیم. و میدونید من از شادروان تاج‌الدین محی‌الدینov یک سرود بسیار خوب داشتن، یک فیلسوفیای بسیار بلند داشتن. از کجا آمده ای بستری سردی که آتش زده ای برو دیگر به همونجا. همین سرود رو من وقتی میشنیدم یک خیالاتی بسیار فرح بخش از گرمونیای همین سرود، از اونی که استاد چخیل به درجه بلند سرودن این سرود رو با یک مهارت بسیار عجیب، همین صدای باریتونی بسیار زیبا داشتن استاد و یک شنگیلی بسیار فراگیر قلب هر یک انسان. مثلا کسی که گوش میکرد مثلا بسیار راحت میکردند از سرود، از اجرای استعدادی که بسیار تکرار داشتن استاد. یا که مثلا سرود یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل مثل خنده نصیبه جانی با زیبا بود. مثلا این است، فکر میکنم که هر یک سرود، هر یک چیزی که ما مثلا از استادای عزیز، از اون شخصانی که پیش از ما در جاده صنعت گام گذاشتن و ما از این ها الهام گرفته، مثلا من نمیدونم تا چی درجه موفق هستم و فکر میکنم که من همین مکتبی همین استادا بودن که ما امروز یعنی ذره جمع شده مثلا به این روزا رسیده. بله واقعا خوب. در سرودهای شما بیشتر موضوع در برابر دیگر موضوع عشق بیشتر است. خب عشق از نگاه شما بیاید درباره عشق خوشتر از ایام عشق ایام نیست. بله ایام بهترین است. من فکر میکنم عشق یک دنیای است، یک بگیم که سیاره است که کسی رو از عشق سوال میدیم یک آهی سر میکشد. برای چی باشد نصیب مثلا که آخه عشق این معنای به محدود است. عشق بسیار پهلوها است، بسیار عشقی است که مثال عشق دیار، عشق وطن، عشق مثلا کسب، عشق دنیا و مثلا عشق معشوقه و مثلا عشق فرزند، عشق مادر، عشق پدر. ما بگیم یک دنیایی است که بیکران است. یک مفهومی هست که فراگیرنده همه حیات ممات انسان است. تو بهترش عشق را یعنی طریق سرود از شما یعنی بشنویم بهتر می شود، زیرا که طریق سرود خیلی عشق را خوب وصف میکنم. شاید سرود دوران من برای تو به دنیا آمدم. خب چخیلی گفتیم عشق را آغاز است انجام نیست. خوشتر از ایام عشق ایام نیست. برای همه آن محبوبی دلهای ما، برای همه آن شخصانی که ما را دوست می‌دارند و ما آنها را دوست می‌داریم. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم سازد شوم، نیمی بختی خویش را بخشم به تو، لحظه ای تنهایی دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم سازد شوم، نیمی بختی خویش را بخشم به تو، لحظه ای
تنهای دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم، ورنه از من کی کسی را یاد بود. عشق بود و بی وفای و وفا، خنده بود و ناله و فریاد بود. بزم عشق آباد و ناآباد بود. من برای تو به دنیا آمدم، تا به روزی سخت دم سازد شوم. نیمی بختی خویش را بخشم به تو، لحظه ای تنهای دل دارد شوم. لیک چون دانم که در پهلوی من تیره و بیرنگ گردد روزی تو، در نگیرد مهر دل افروزی تو. غم مخور از روی راحت می روم، دردی تو عشقی تو با خود می برم. من برای تو به دنیا آمدم، تا به روزی سخت دم سازد شوم. در دمی بیماری غم خارد شوم، لحظه ای تنهای دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم، تا به روزی سخت دم تازد شوم. نیمی بختی خویش را بخشم به تو، لحظه ای تنهای دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم، من برای تو به دنیا آمدم. саломат бошед ва мехостам бигӯед ки ҳамин сурудро тез дар хона истифода мебаред ва барои чӣ? ба рости чизе ки самимӣ аст, шеъре ки самимӣ аст, шеъре ки аз дил гуфта шудааст, ба дилҳо меравад. албатта ва суруди хуб аст дар ҳамон лаҳзае ки агар дар оила ягон проблема шуд, ягон ҷанҷол шуд, ҳатман ҳамин сурудро месароед, вале ҳама тинҷ мешавад. ба ман бисёр дӯсто занг мезананд, аз ин аҳволшон ҳам мегӯянд ки ака суруди шумо боиси он шуд ки мо бозоштӣ шудем. масалан ин корборо ҳам аст ва ман шод аз он ҳастам ки метавонем мо ба воситаи дилҳоро ба ҳам бипайвандем. ҳамаи он дӯстоне ки мухлисоне ки бо ман таи ин қадар солҳо ҳама он коре ки ман анҷом медиҳам, он хуб аст, ганда аст, безеб аст, хушрӯ аст ки ба ҳар восита дилтӣ мекунанд. медонед агар ду нафар бигӯяд ки ин шеърат хуб нест, баъд дилмонда мешавад. рости гап поям пеш намеравад. барои ҳамин баъзан вақт мумкин дурӯғам мегӯянд ки вай шеърат хуб буд, локин ба ҳар восита ба ҳар яъне баҳои баланди кӯшиш мекунад ки мо илҳом гирем ва пеш баравем. бале, шумо хеле сурудҳои зиёд доред ва ҳар яки суруди шумо ба масрур писанд аст, ба ман як суруди дигари шумо писанд аст. вале метавонед гуфт ки ба худи шумо аз ҳамон сурудҳо кадомаш писанд аст ки бештар замзама мекунед ё таби худро болида месозед? медонед Насибаҷон, ман аслан барои эҷодкор, барои шахсе ки рӯи эҷод аст, ҳамаи сурудош азиз ҳастанд. ки дуғи худша туруш мекунад. вале ҳаст суруде ки шояд ҳамаш гуфта маъқул бошед ҳастанд. намешавад. баъзан вақт ман оҳангое ки эҷод мекунам, хона меом бо ҳамроҳи ҳамсарам бошад, фарзандон бошанд, ман ҳамаи аҳли хонаводамон аввал як мегузарем. ман мегӯм ки як кор кардагем, хай замзама карда мерам, мегӯм кадомеш агар маъқул шуд, баъд мегӯянд ки чизи нағз баромадааст, масалан рӯш кор кардам. ҳар як суруди мо фикр мекунам ки барои мо мисли як фарзанд аст, мисли як фарзанде аст ки ула тавлид мекунем ва
برای من فکر میکنم که همه سرودم عزیز است. ما زیر نو از ایجادیات استاد علی محمد مرادی یک سرودی به نام برادرم برای دوستان، برای یار و برادران با قلم استاد علی محمد مرادی نوشته شده است و ما از روی این سرود کار کرده استیم. کمتر فرصت در کار و من پیش دستی کرده با مخلصان عزیزم یک 4 مثل اولین بار اینجا صدا میدید. اینجا صدا میدید. بله. ای سایه دولتی سری من، محبوبی با جان برابری من، شهبالم مگر تو شهپری من، پشت و قناتم برادری من، شهبالم مگر تو شهپری من، پشت و قناتم برادری من. برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم، برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم. من زیاد این سرود هنگامی من انتخاب کردم، متنی بسیار معقول بود برای من و من زنگ زدم با استاد علی محمد مرادی و خواهش کردم بعضی کلمه و بسیار خوب نوشتین و من میخوام علاوه کنم با این، از اگر ممکن باشد اجازت باشد، برادرم برادری با جان دل برابرم، این مصرعی استاد مومن قناعت است و استاد بسیار خرسند شد و هنگامی که در سرود که چسبید با من با روزگی استاد این مصرع رو در اینجا وارد کردیم، علاوه کردیم. به تو چی بود حیات گرده، به تو چی بود نشاط درده، ای قوت دل با گرم و سردی، پشت و قناتم برادری من، ای قوت دل با گرم و سردی، پشت و قناتم برادری من. برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم، برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم. برادر موضوعی است که در این موضوع کم سرودندگان سرود می‌سرایند، بیشتر مادر، پدر و دیگر موضوع است. عشق بسیار سرود خوب می‌شود. باوری دارم که این برای بینندگان باز هم یک سرود خوب دلپسند می‌گردد. بله، ولی باید اینجا ذکر نمویم که یعنی شما نه تنها یعنی سرود ترانه ایجاد میکنید و حتی موسیقی نیز در یک چند فیلم های خارجی و تاجیکی نیز یعنی ایجاد کرده اید. رفیقان بسیار خواهش میکنن کینو رژیسورها که مثلا با فیلمشون آهنگ ایجاد کرده باشه، با کمال من خواهش اونها رو اجرا میکنم. باز علی جان نظر در فیلم بی‌نظیر آهنگ ایجاد کرده بودم و باز در فیلم امید زندگی هم در اونجا همین سرودی من برای تو به دنیا آمدم و موسیقیش با همراهی رژیسور این فیلم جابجا کرده بودیم. با هر کاری که همت بسته گردد، اگر خوری بود گل دسته گردد. وقت انسان با بسیار چیزا قادر است. با قدرت توانای انسان بی‌محدود است
ما بازن وقت بسیار وقت همین نقشی میکنیم. بله شاید میگیم ناباوری هست. مثلا من باور دارم که در سیمای برادری عزیزم مسرور جون ممکن که یک کامپوزیتوری بسیار زیبایی رو در نهاد شما سنجیدن در کار بله. بخشش گپ شما رو میبرم، شما نسنجیدید خود رو در نقش هنرپیشه سینما؟ شاید یک سیمای برجسته رو میآفریدید. بود درستیگه یک چند دعوت به هم بود، درستیگه من جدی نگرفتم، لیکن اگر دعوت کنم میرم، چرا نه؟ اگر نقش منفی باشد چی؟ من کوشش میکنم اون نقش منفی را نقش مثبت طرز بودم که ببیننده پسند آید. کاری میکنیم که پسندشون آید. هر یک سرود، هر یک آهنگ، هر یک موسیقی یعنی تاریخ پیدایش خود را دارد. میتوانید این لحظه تاریخ پیدایش همون سرودی که بار در یک محفل شنیده بودم شکلات و مرملادی میشه همین را قصه کنید. مولانا میگه که چون گوهر رمیده به درگاه ساحلیم، در حسرت نوازش دست فتاده. انسان تا حیات است دست به نیاز به نوازش دست دارد که سر ما را سایبانی کند، نیاز به مهربانی دارد، نیاز به یک سخن خوبی دارد، یک دستگیری و یک مثلا تکانی باشد که برای حیات انسان رو، یعنی که برای یگان کار پیش رفتن اون مساعدت کرده باشد. ندیدم مثل تو خوشرو، پری چهره غمزه جادو، با قد و بستی به زیبر مخیرامی همچو آهو. قد و ابروی تو زیباست، شبنمی عطر مصفاست، لالی لبی شکرینت بهترین لذت دنیاست. تو مثل قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، عسلی یا که شیرینی که با دل شیرین. مثلا این سه شوخی آمیز هزینه‌آمیز بسیار خوبی هستند که مثلا برای مردم پسند هستند و چون نظم می‌بینن که ما در ردیف اونه که مثال غزل‌های بسیار پرمضمون و مثلا دشوارفهمی که مثال ما بعضن وقت اجرا میکنیم، در ردیف اونها باید ما یکان سرودک‌های سبکه که شوخی باشه که مثلا بدلی مردم هم مثل روبی و تیز یعنی با هم اودیتوریا سرود تیار کنیم. بله ساده فهمی آسان فهمه که باشه که مثلا شخص از شنیدنش مثل راحت کند. ای روی تو ماهی عالم افروز، ای دل بری غم گسار و دلسوز، ای موج صدای عاشقی من، به تو نگیرم من نفس در زندگانیم، دارم هوس عمره به دل همراز دانیم. ای جانی من جانانی من، گلگون چهی خندانی من، گلگون چهی خندان. ای جانی من جانانی من، گلگون چهی خندانی من، گلگون چهی خندان. مردم ما اصلا مردم تاجیک بسیار فرهنگ دوست هستند، یعنی مردمی هستند که با شعر، سرود، موسیقی بسیار دقت جدی می‌کنند، سنت رو دوست می‌دارند. اینقدر شاعرای بزرگ داریم، اینقدر مثلا شخصان داریم که در پیشرفت رشد و نموی فرهنگ تمدنی مردم تاجیک، نه تنها مردم تاجیک، فکر می‌کنم مردم سیاره بسیار سهم خوبی گذاشتند. میدونید شما خواهید توی معرکه بسیار میگردید، برنامه ما نیز مثل همین توی معرکه هست، فقط یعنی در اونجا هم سرود میخونید، در اینجا هم فقط در اینجا مبلغ نمیتین. قبول است. ما یکم بار نیست که به مبلغ برمیگردیم از توی توجه من دارم هر کجایی که میرم آنجا شما یعنی تبریکات اومده، یعنی تبریک کنی، یعنی هم تو به پول اومده. دوست است توی یگان معرکه مثلا که همه چیز رو با پول خریده نمیشه. انسان کوشش دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. یعنی یک شخص و دلش رو به دست آوردن، تصور کنین که شما چقدر پاداش میگیرین. واقعا ما امید داریم که امروز در این برنامه باز هم شما دل چندین نفر مخلصانتون رو شاد مینمایید. و سرود دورید پیشتر اشاره کرده بودیم که در وصف همسر. بله خیلی هم سرود خوب است. باز هم چون گفته بودیم
بسیار در همون مسئله اگر جنجال‌های اویلوی باشد یک دور این سرود رو بسرای تمام یوری رسون است. یوری رسان است. از این سرودها آدم پای میبرد یا پایخست میکند که عزت شریفی در خاندان گویا که قلمفور نبود، قلمفور بلغاری باشد. نه اصلا میدونی خود رو میدونه در هر جا. همین انسان طبیعت انسان چنین است که سازش میکند به همه اون کم و کاستگی های زندگی، البته شکرانه کردن در کار، به همه اون برد و باخت های زندگی شکرانه باید کردن در کار و زندگی را باید طوری ساختن در کار که مثل در خاندان یعنی که وای باشد گرمونیا میگن مهر محبت، یعنی که همبستگی مهر محبت تو که از این حاصل بسیار خوبه به دست بیارد، یعنی که خاندان و این شعر هم باعث بسیار شعر خودتون خرسندی شد. خیلی که من گفتم کم کم استعدادی شعر نویسی هم دارم و من کمی سخناش نوشتم و با استاد خیراندیش فرستادم و گفتم استاد جان یک پیشنهادی دارم که این رو اگر کنیم بسیار خوب میشد و استاد خواندن و بسیار زیبا و با مزه هم نوشته به من روان کردن و هنگامی که آهنگ تیار شد من با شراف‌الدین جان برادر عزیزم شراف‌الدین شکرف یکی از دوستان بهترین ما من روی کردم این شعر رو، یعنی اورنج میکنن خوشبختانه در مدت یک سال در روز همین آهنگ تیار شده است. ولی شراف‌الدین ما را با واسطه تلویزیون ببیند تصدیق میکند که این سرود قریب یک سال در دست شراف‌الدین جان موند و هنگامی من شراف‌الدین را زنگ میزدم میگفتم شراف‌الدین چی خیلی کردی اکرم کارم بسیار و خیلی شخصی که با آرنجمنت سر کار دارد، البته اونو را هم فهمیدم چون که سیر کار هستند به همین خاطر طول آماده شدن این سرود قریب یک سال ما انتظاری کشیدیم و اومد در انتها یک سرود بسیار خوب شد که سرودی که در یک سال آماده شده است. شکری آن لحظه که با هم دیگر آشنا شدیم، دو تا دل داده به هم عاشق و مبتلا شدیم، دیده سنجیده همه خوب و بدی دنیا را، ما دو جان بودیم و یک عمر به یک تنجا شده. همسرم جان و دلم ای گلی یک دانه من، ای چراغی دل و جان ماهی شبی خانه من، راحتم با تو و عشقی تو بود همراه، تا بود جان به تنم عاشقی تو میمانم. همسرم جان و دلم ای گل یک دانه من، ای چراغی دل و جان ماهی شبی خانه من، راحتم با تو و عشقی تو بود درمانم، تا بود جان به تنم عاشقی تو میمانم. واقعا اویلا جای مقدس است نصیبه، این بسیار هم سرود خوب است. من باور جای دارم که آسایشی همه ما است، جای آسایش، جای مهر محبت، آشیان صداقت، جایی که انسان در اونجا راحت است البته و جایی که سرچشمه میگیرد همه موفقیت ها و کمبودی ها و پیشروی ها و همه مثلا برد و باختی ما است. یعنی در همه پستی و بلندی های روزگار یعنی اویلا است که یعنی دل برداری میکنه، دستگیری میکنه. درست است. خب گفتیم شما در باره همه موضوع قریب که سرود سراییده اید و بسیار خوب هم هست که مخلصان خود رو دارن. هر یک سرود شما در باره وطن سرود سراییده، در باره تاجیکستان، تاجیک همه جا و تاجیکستان بسیار سرود خوب است، دلچسب است. من باوری دارم شعر استاد گلنظر کیلدی است و من بسیار ای دوست بیا که مازی یک انجمنه، پرورده ای مهربانی یک چمنه، جانی من و تو بود وطن میدانی، دانی که من و تو نیست جانی وطنه، در پرده ای سود
مهری تابان یک تاست تاجیک همه جا و تاجیکستان یک تاست در پرده ای سو مهری تابان یک تاست تاجیک همه جا و تاجیکستان یک تاست. ببینید چقدر صداقت است در این سرود، چقدر محبت است، چقدر مهر است و تشکر به استاد عزیز که این سرود را نوشتند و من هنگام سرودن این سرود یک جهان پر و بال مثلا روح و الهام تازه میگیرم. بله. خب ما برنامه ما نیز قریب به آخر میرسد، ولی ما از زندگی پس پردگی شما سوال ندادیم، بیشتر برای ایجادیات و سرودها سوالها پرسان شدیم. شاید بیننده سوال داشته باشد باز هم درباره زندگی. بیاید درباره زندگی شخصی خیش کمی قصه کنید. امروز فرزندان شما به کدام کسب روانند؟ چون نمیدونیم چند سال پیش احسان فرزند شما این کسب رو انتخاب کرده بود، چون امروز در خارج کشور الکی دانشجو هستند، الکی کمی هستند، دور شدند. ولی به هر حال بیاید خودتون قصه کنید که امروز وضع زندگیتون چگونه است و از پای کدام باز کارهای ایجادی هستید. شکرانه خداوند، شکرانه تاجیکستان عزیزم، شکرانه وطن عزیزم، شکرانه تنجی و امانی وطن عزیز ما که ما در این وطن بیشتاسا عمر به سر میبریم و شاد از آن هستم که در اینجا همه آرزوهای ما و شما عملی میشوند، در این وطنی که برای ما و شما همه امکانیت ها را فراهم آورده است. و من شکرانه از این سرزمین میکنم که برای من شخصا همه شرایط و همه امکانیت هایی که برای انسان ضرور هستند مهیا کرده است و میسازیم، میبالیم، پرواز میکنیم، عموما به آرزوهای خود میرسیم که از این خوشبختی ما هم صاحب 5 فرزند هستم، 5 فرزند بسیار زیبا و نازنین. بابا هستم، بابای بسیار خوشبخت هستم، بابای جوان هستم، نبیره های بسیار زیبا و با مزه و با لذت دارم. شاید روزهای نزدیک باز درباره نبیره درباره نبیره انتظار باشید که درباره نبیره میسرایم و شکرانه خداوند پاک که من همه آن آرزویی که انسان، همه آن خواهشایی که انسان دارد، یعنی به همه آرزوها هم رسیدن بسیار مشکل است. خیلی میگن زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود و ما باید همیشه در آرزو باشیم، یعنی که آرزو و یک آرزومون که عملی شد با آرزوی دیگری پای آرزوی دیگری باشیم و همین خیلی برای رسیدن و هر یک آرزو، برای هر یک کار، یعنی انسان با کوشش میکنه هدفی بگذارد پیش خود و همین خیلی رنگ و رنگی زندگی است که ما همیشه کوشش میکنیم که با کار موفق شویم و کوشش میکنم که برای مخلصان عزیز آن رسالتی را که من به دوش دارم با همون رسالت خود به مردم خدمت کنیم، به تاجیکستان عزیز، به وطن عزیز، به وطن محبوبم در پیشرفت و نمو و شکوفایی تاجیکستان عزیز سهم گذار باشم. سلامت باشید. منبعی مهر و وفا، صلح و صفا میهن ماست، آبی پاکی وطنم قوت جان و تن ماست، به ما حیاتی با صفاست، وطن یگانه متکاست، بهاری به خزان ماست، وطن امانت خداست. گفتید که خوب در انسان ها چی رو بد میبینید؟ چون هستند خاراکتر انسان ها هر گونه هستند. میدونید بخیلی، بدبینی، مانع شدن با کار کسی رو نگذاشتن به مقصدش رسیدن، کوشش کردن که کسی از دستی تو ناراحت باشد، این کارهایی هستند که بسیار بد میبینم و من کوشش میکنم که در زندگی کسی رو اگر کمک کردن نتوانم اقلا خلل نرسانم. در زندگی شعار من همین است که
масалан агар касеро кӯмак карда натавонам, ман бояд вайро халал нарасонам ки ба орзуеш ба кореш муваффақ шавад. умуман ҳаст хислате ки дар худатон ҳаст ки دوست داشته می‌دارید می‌خواهید اون خصلت رو پرتویید ولی نمی‌توانید پرتوید. بسیار ساده سودباور هستم و من فکر میکنم هر یک انسان باور میکنید بعداً پشیمان میشید. بله بسیار سودباور است. بسیار فریب خورده است در زندگی با همین خاطر نه من میدونین چی این ممکن با کسی موفق میشود که مثلا کاری را که من میخوام انجام بدم مثل 100 دیروی اون کار میشود و او کوشش میکند که من با همون کارم یعنی موفق نشوم، لیکن میدونی با برعکسی کار هم دارد، یعنی که برعکسی اون است که مثل از اونه که مثل من باز یک چیزی دیگر کشف کردم در حیات خود که مثلا بعضا آدمایی را از اون آدما خرسند شدن در کار که مانع میشوند که با کار کوشش میکنن که تو با همون مقصد نرسی، لیکن تو کوشش میکنی و همین راه میوی که با همون مقصدت میرسی. برعکس بعضا وقت فکر میکنم که از چنین انسان ها باید ما مینتدار هم باشیم، چشمت رو میکشند. بله و اما عموما من فکر میکنم نیکی و بدی این یک دو قوه هست که به همدیگر وجود داشته نمیتونند، مثل مثبت و منفی، یعنی که این دو چیزی هست که در زندگی انسان هستن، اینا رو ما انکار کردن نمیتوانیم. برای همین بگذار دشمنای ما هم باشند سلامت باشند، جوری که باشند سلامت باشند، دشمنیشون رو دوام تیان، یعنی که ما از این مثلا زیق نمیشیم، یعنی که بعضا وقت از دشمنم لیکن من شاد میشم از اون که دشمنی من یعنی شخصی دانا باشد، زیرک باشد، دشمنی باشد که با دشمنی خود با من منفی است، یعنی کیروی رقابت کردن باشد. بله واقعا بسیار جواب خوب داده. خب دوستان عزیز، تو این مدت مهمون برنامه ما بودند هنرمند خیلی هم دوست داشتنی، کمپوزیتور و همزمان کم کم شعر هم می‌نویسند، عزت شریفی. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم و بار دیگر سپاسگزاری میکنیم از شما که چنین یک صحبتی جالب داشتیم و فقط در آخر همین سوال رو میدیم که با فکرم از آمدنتون پشیمان هم نشدید یا پشیمان شدید و ویکتور درباره همین صحبت فکرتون رو بگید. میدونید من پیش از اون که با این استودیو بیایم تشویشات کاروبار زندگی زیاد است، البته هر کس از کاروبار زندگی خود هست. هنگام شما ما رو دعوت کرده بسیار شاد شدم. هر یک نشست ما با مخلصان عزیز یعنی که یک جهانی بسیار دیگر است و من از تلویزیون سینما و شخصا از هر دوی شما که برای من بسیار عزیز هستین برنامه شما رو من پیوسته تماشا میکنم و منتداری خود رو به شما میرسونم که ما رو دعوت کردیم تا ما توانستیم در یک فرصتی بسیار کوتاه هم باشد با مخلصان عزیز خود از صمیم دل یعنی که صدقاً صحبت کردیم، چون که یعنی ما با اونها زنده ایم و ما باز توانستیم باز یک قدمه که یک کمی هم باشد با مخلصان عزیز با یک کمی نزدیکتر شدیم، راز دل هم رو گفتیم، فکر اندیشه خود رو گفتیم. به همین خاطر من یک جهان تشکر میگم. بسیار خرسند هستم از اون که ما با این برنامه بسیار زیبای نورافکن در سیمای دو نفر نورانی که این روز مرا احاطه کردن با مخلصان عزیزم هم صحبت بودم. سلامت باشد. مانی سرفرازیم که در برنامه ما اشتراک کردید و امیدواریم که ذره هم باشد، یعنی با سرود و ترانه با برنامه نورافکن طریق برنامه نورافکن نورپاشی نمودید به خاندان مخلصان خویش و فراغت بخشیدید به هموطنان عزیز. چون هنر و ایجاد است، چون وطنی آباد و داریم، البته این صحبت ما با عزت شریفی اولین و آخرین نخواهد بود. چون زیرا در یک فرصتی که داریم نمیتوانیم تمام راز و نیاز یک هنرمند رو برای بیننده افشا کرد. در برنامه‌های آینده ما هم کوشش میکنیم که همه اون راز و نیازی خود رو نگوییم، چون که شما گفتید باز دعوت کنید و در برنامه با اشتراک کنید. بله، چون بچه خاطر این رو میگم بعضا بیننده ها می نویسند در همون سایت ها که برای چی چنین سوال رو ندادید، ما میخواستیم از فلان هنرمند چنین سوال رو
شما بدید چون شما سراسیمه نشوید بینندگان ما حتما در برنامه‌های آینده چون گفتیم دعوت میکنیم هنرمندان دوست داشته شما رو و سوال‌هایی که شما میخواهید ما البته میپرسیم. همین طرح هستی با درست است. باقی اگر ذره هم تب شما رو بالیده ساخته باشیم با سرود و ترانه های هنرپیشه یعنی هنرمند عزت شریفی خیلی سرفراز هستیم. تنصیحت و خانه آباد و سربلند باشید هموطنان عزیز. پیش از همه سلامتی میخواهیم با تمام هموطنان عزیز و گرامی و با یک سرود باز هم زیبا و جذاب مهمان برنامه ما برنامه را حسنی انجام میبخشیم. و من یک سرود از استاد هوشنگ ابتهاج سویا با سهم بینندگان عزیز میرسونم که در این شام روز بسیار فکر میکنم با مورد است. ای فرستاده سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. یاد کردی با سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. گل کی دل زنده کند بوی وفای دارد، گل کی دل زنده کند بوی وفای دارد. تو مگر صاحب اعجاز و کرامت باشی، سلامت باشی. تو مگر صاحب اعجاز و کرامت باشی، سلامت باشی. شبنم آویخت به گلبرگ که ای دامن چاک، سیل زدت گر همه با اشکی ندامت باشی. میکنم بختی بدی خویش شریکی گناهت، تا نه تنها تو سزاواری ملامت باشی. میکنم بختی بدی خویش شریکی گناهت، تا نه تنها تو سزاواری ملامت باشی، سلامت باشی. ای فرستاده سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. یاد کردی با سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. گل کی دل زنده کند بوی وفای دارد، گل کی دل زنده کند بوی وفای دارد. تنها تو سزاواری ملامت باشی، سلامت باشی. ای فرستاده سلامم با سلامت باشی، سلامت باشی. یاران همه سلامت باشید. سلامت باشید.